با درود به مخاطبان صفحه کتاب اندیشه نگاه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام به اثر فاخر اونر دو بالزاک یعنی کتاب بابا گوریو بپردازم. بالزاک یک نویسنده رئالیست بود. اون تلاش داشت که افراد و رویدادها را دقیقاً همونطوری که هستن بدون هیچ اضافه گویی نشون بده. بالزاک همچنین روی فساد و طمع شخصیت‌هاش تا حد اغراق تاکید میکرد. این رمان همچنین بازتابی از فرانسه قرن 19 هم بود. این اثر چه به لحاظ سیر داستانی و چه به لحاظ نمادشناسی و صحنه پردازی یک شاهکار محسوب میشد. گویی ما میتونیم در مقام استاد نمونه‌ای برای داستایوفسکی، تورگنیف و امثال اونها باشیم. خواننده لذت خاصی از خوندن کتاب‌های بالزاک نصیبش میشه. به این منظور که مخاطب در هر زمان به دنبال وصل کردن تکه‌های پازل میگرده و در انتظار اینه که توی رمان بعدی چه بر سر اون شخصیت‌های نام آشنا میاد و توی تعلیق هم میمونه. گویا فرانسه توصیف شده توسط بالزاک و روسیه توصیف شده توسط داستایوفسکی تفاوتی با یکدیگر ندارند و هیچ مرزی بین این دو کشور نیست. اجتماع، سیاست، مردم، زنها، مردها و همه به مانند هم هستند و این نشان از تأثیر عمیق جوامع اروپایی بر یکدیگر داره. پیش از اینکه به سراغ تحلیل کتاب بریم، بهتر میدونم که اول شخصیت‌ها رو بشناسیم و در موردشون صحبت کوتاهی داشته باشیم. از اول میریم سراغ بابا گوریو. گوریو ثروت خودش رو با تولید رشته و سایر محصولات غلات به دست آورده بود. اون همسرش رو از دست داده و 2 دختر متأهل داره که عشق شدید گوریو به آنها او رو مستعد حماقت کرده. چنانچه خود اذعان می کند همش تقصیر خودم است. عادتشان دادم که زیر پا لهم کنند. خوشم می آید. گوریو در یک پانسیون ارزان زندگی می کند. پانسیون مادام ووفکر. اوژن راستینیاک مرد جوانی از خانواده ساده است که روابط اشرافی دائمی داره. اون برای تحصیل توی رشته حقوق به پاریس میاد و او هم در اقامتگاه یا پانسیون مادام ووفکر به صورت شبانه روزی زندگی میکنه. مادام ووفکر بیوه‌ایه که یک پانسیونی رو اداره میکنه و تمرکز زیادی روی پول و کسب ثروت داره. ووفترن مردی حدوداً 40 ساله که در همان پانسیون زندگی میکنه. میتونیم بگیم که اون حضور مرموز و گاهی شوم داره و چندی پس از شروع داستان مشخص میشه که اون یک جنایتکار بدنامه و با نام مستعار داره زندگی میکنه. مادام کوتور بیوه‌ایه که توی همون پانسیون باز زندگی میکنه اما به همراه ویکتوریان تایفر. اون یکی از بستگان دور مادر ویکتوریان به حساب میاد و حالا نقش نگهبان ویکتوریان رو داره. حالا میخوایم ببینیم که اصلا ویکتوریان تایفر کیه. ویکتوریان یک دختر جوانیه که پدر خیلی ثروتمندی داره که اون رو طردش کرده و همونطور که میدونیم الان توی همون پانسیون شبانه روزی مادام ووفکر زندگی میکنه. اما نکته اینجاست که وقتی که برادرش میمیره ویکتوریان با پدرش آشتی میکنه و تمام اون ثروت به ویکتوریان میرسه. سیلوی یکی از خدمتکارهای همون پانسیون یا مادام ووفکر به حساب میاد. پواره مردی سال خورده است که همچنین توی همون پانسیون زندگی میکنه و مجذوب مادمازل میشونو میشه. حالا مادمازل میشونو زنیه که توی پانسیون زندگی میکنه باز و در نهایت ما میبینیم که در ازای دریافت پول ووفترن رو به پلیس تحویل میده.
کریستوف هم به مانند سیلوی جز خدمتکارهای اون پانسیون به حساب میاد و در اونجا کار میکنه. میرسیم به مادام دوبوزانت. اون زنی ثروتمنده و از بستگان دور راستینیاکه و یه جورایی داره به راستینیاک کمک میکنه که توی این محافل اشرافی یه اسم و رسمی برای خودش پیدا کنه. دوشس دولانژه یکی از اشراف ثروتمند پاریسه و دوست مادمازل دوبوزانت. میرسیم به تو شخصیت تقریبا مهم داستان بعد از بابا گوریو و راستینیاک. آناستازی دورستو، دختر بزرگ گوریو و خواهر دلفین. اون با کنت دورستو ازدواج کرده. دلفین دوناسینگن دختر کوچیک گوریو و همسر یک بانکدار ثروتمند آلمانی به نام بارون دوناسینگنه. همونطور که گفتم کنت دورستو و بارون دوناسینگن هم به عنوان دامادهای گوریو به حساب میان. ماکسیم دوترای یک اشراف جوان فرانسوی ثروتمنده که با آناستازی رابطه نامشروع داره. مارکیز داجودا یک نجیب زاده پرتغالیه که با مادام دوبوزانت رابطه داره، اما در نهایت تصمیم میگیره که با زن دیگه ازدواج کنه که در سیر داستان ما متوجهش میشیم. بیانشون دانشجوی پزشکیه و همچنین دوست راستینیاکه و در آخر گوندورو مأمور پلیسیه که میشینو و پوارو در مورد دستگیری وولفترن بهش کمک میکنن. بعد از شرح یا آشنایی با شخصیت‌های این داستان که حالا باید این کتاب خونده بشه برای هر یک از مخاطبان و آشنایی بیشتری با این شخصیت‌ها پیدا بشه. حالا بعد از این آشنایی کوتاه در مورد شخصیت‌های این کتاب ما به شرح خود داستان میپردازیم. داستان توی پاریس 1819 شکل میگیره. شرح ماجرا از اوژن یا همون راستینیاک داستان که دانشجوی حقوقه و توی پانسیون همراه با تمام افرادی که تقریبا نصف افرادی که شناختیم با هم دیگه توی اونجا زندگی میکنن شروع میشه. در ابتدا اوژن شیفته آناستازی یعنی دختر گوریو میشه که بعد از طرد شدن از سمت آناستازی عاشق و دلباخته دلفین میشه و از طرف ویکتوریان دختری که از ارث پدرش محروم شده بوده توسط وولفترن تومه میشه و به اوژن پیشنهاد میشه که با ویکتوریان ازدواج کنه که این اتفاق در طول داستان نمیافته. از سوی دیگه یه داستان پلیس به دنبال وولفترنه که ناگفته نماند که وولفترن یک شخصیت حقیقی بوده و یک جنایتکار بوده که خود بالزاک باش ملاقات میکنه و همیشه دوست داشته که توی یکی از داستانهاش از وولفترن صحبت بشه که در این داستان موفق شد. قسمت مهم داستان اینجاست که دلفین و آناستازی به دلیل شرایط مالی پدرشون رو تحت فشار قرار میدن و در همان زمان هاست که پدرشون به شدت بیمار میشه و در نهایت اوژن و بیانشون هستن که مسئولیت پرستاری اون رو به عهده میگیرن رو دخترش به بیماری پدرشون هیچ اهمیتی نمیدن و انگار که تنها چیزی که مهم بوده براشون همون پولی بوده که از پدرشون میخواستن. در نهایت داستان گوریو در فقر و بیکسی به خاک سپرده میشه و در آخر اوژن به این نتیجه میرسه که یک نشانه ای از خودش توی جامعه پاریس باید به جای بگذاره که برای تبدیل شدن به فردی دلخواه به عنوان اولین حرکت مبارزه جویانه در برابر این جامعه برای شام به خانه خانم دوناسینگن میره، یعنی همون دلفین.
بعدی این تحلیل من لازم دونستم که یک سری از نمادها رو در موردش صحبت کنیم، به مانند نماد ساعت که توی این کتاب در موردش صحبت میشه. دلفین یک ساعت گران قیمت رو به راستینیاک به نشانه محبت هدیه میده، اما راستینیاک بعد از مدتی ساعت رو گرو میذاره تا هزینه‌های پرستاری بابا گوریو رو بتونه پرداخت کنه. این ساعت نماد ماهیت سطحی و موقتی محبت‌های دلفین و نه در نتیجه سطحی نگری کل دنیای جامعه نوکیس است. دلفین وقتی عاشق راستینیاک میشه هدایایی رو به اون میده که باعث خوشحالی خود دلفین میشه. با این حال که اون هدیه‌های گران قیمتی رو به راستینیاک میده، اما حاضر نیست اون هزینه‌ای که داره میکنه رو برای پدر در حال مرگش کنار بگذاره یا کمکی باشه. اما راستینیاک برعکس دلفینه، اون ساعت رو گرو میذاره برای اینکه کمک به انسانی دیگر براش از تجملات خیلی با ارزش تره و ترجیح میده این رو. اصلا چیز بعدی که میخوام بهش بپردازم الماس‌های آناستازیه. هنگامی که آناستازی ازدواج میکنه، همسرش بهش الماس‌های با ارزشی که متعلق به مادرش بوده رو میده. وقتی که آناستازی از کمک به معشوقش یعنی ماکسیم دوترای برای پرداخت بدهی‌هاش ناامید میشه، این الماس‌ها رو به گرو میذاره و کنت دورستو متوجه این ماجرا میشه و یک درگیری خشمگینانه بین اون دوتا رخ میده. اگر بخوایم دقیق‌تر این مسئله رو متوجه بشیم، میتونیم کتاب گوبسک رباخار رو بخونیم که شرح این ماجرا کامل توی این کتاب گفته شد. الماس‌ها نماد شهرت از دست رفته کنت دورستو و آناستازی بوده و توجیهگر ظاهر زندگی محترمانه آن دو می شود. کنت دورستو می دانست که آناستازی با ماکسیم دوترای در ارتباط است و تا زمانی که ظاهر اجتماعی وی با همسرش حفظ شود این مسئله را تحمل می کند. اما وقتی آناستازی الماس‌ها را به دنیای عمومی می سپارد، قرارداد ضمنی آنها زیر پای گذاشته می شود. نماد بعدی ظرف لاک پشته. با ارزش ترین دارایی که گوریو داره یک ظرف نقره است که روی اون لاک پشت هایی قرار داره. این ظرف هدیه عروسی همسر مرحومش بوده که گوریو ادعا میکنه که این ظرف بیش از اموالی که در دست داره میپسنده، یعنی بیشتر از هر چیزی که دور و برش باشه اون ظرف براش عزیز بوده، اما آن را قربانی پرداخت قبوز دخترانش میکند که این خب داره یک ارزش زیادیه از نظر گوریو که این کار میکنه. این ظرف نمادی از ارجحیت گوریو برای قرار دادن نیازهای دخترانش بر همه چیز، حتی شادی خودش است. این ظرف همچنین نماد از دست رفتن پیوند خانوادگی اوست، زیرا او به طور نمادین ارتباط خود را با همسرش از دست داده، اما این کار را به امید اینکه همیشه دخترانش را داشته باشد انجام می‌دهد. با این حال آنها او را رها می‌کنند و او کاملا تنهاست. نماد آخری که میخوام بهش بپردازم نقاشی جشن. اتاق غذاخوری پانسیون داره یک نقاشی است. در این نقاشی صحنه اسطوره‌ای از پور کالیپسو، جشن مجلل برای پسر اولیس، به نمایش گذاشته میشه. این نقاشی نمادی است که چگونه اکثر ساکنان پانسیون موقعیت اجتماعی و سهم خود را در زندگی میپردازند. در واقع دیدن تضاد بین ضیافت مجلل نشان داده شده در نقاشی و غذاهای ناچیز خنده‌دار است. با این حال برای شخصی مانند راستینیاک صحنه جشن او را با نشان دادن یک سبک زندگی جایگزین که به شدت می‌خواهد به دست بیاورد عذاب آور است.
نمادهایی که میشد بهش پرداخت و شاید صدها نماد دیگه در کتاب باشه که من بهش نپرداختم. اگر که شما مخاطبان این ویدیو رو میبینید میتونین اگر که نمادی در این کتاب پیدا کردین در زیر این پست برام کامنت کنین تا ما هم گروه ما هم با نمادهای دیگه‌ای که در این کتاب هست آشنا بشن. این رمان عشق پدرانه را به نمایش می‌گذارد که تا حدی وسواسگونه به نظر می‌رسد. پول تمامی این روابط را خدشه‌دار می‌کند. او در این تصور است که با پولی که برای دخترانش فراهم می‌کند می‌تواند محبت دخترانش را بخرد، اما دخترانش تنها به خودشان فکر می‌کنند، به مانند تمامی زنان پاریسی که دارای ظاهری پرتجمل و زیبا هستند و باطنی تهی دارند. و نکته جالب توجه در مقابل این عشق پدرانه تایفر پیر و ویکتوریان را می‌توانیم ببینیم و شاهد باشیم. به موازات این موضوع راستانیاک میخواد که همرنگ جماعت بالا دست بشه و برای اینکه خودش رو به آب و آتیش میزنه و برای راهیابی به این امر باید وارد ارتباطات پیچیده اجتماعی، جذابیت، حیله‌گری، رعایت لباسهای خوب و رفتاری از این قبیل بشه. اون متوجه این امر است که این یک اشتباه کوچیک اون را از جوامع بالادست طرد میکنه. اون میدونه که راهیابی به طبقات بالادست کار آسانی نیست، اما این رو هم میدونه که اگه فردی باهوش و جاه طلب باشه میتونه به اون جایگاهی که میخواد دست پیدا کنه که در آخر میبینیم که با تمام اتفاقاتی که میفته به دلفین پناه میبره. یکی از اساسی ترین موضوعات رمان پوله. انگار که افراد و روابط آنها با پول کنترل میشه. به طور مثال مادام وولفگر یکی از شخصیت‌های پولدوست این رمانه. اگر که پولی نباشه به ساکنین پانسیون کوچکترین بهایی نمیده. برای مثال آقای اوژن عزیزم، شما هم مثل من میدونید که بابا گوریو دیگر یک پول سیاه هم ندارد. دادن ملافه به آدمی که جانش دارد در میآید یعنی دور انداختن ملافه، به خصوص که باید یکی را هم برای کفن حرام کرد. حتی او زمانی تصور میکرد که بابا گوریو مردی ثروتمند و میتونه اون رو از آن خودش کنه. در آخر نشان میدهد که فردی که عشق را بالاتر از پول میداند در تنهایی و انزوا جان میدهد. به تعبیری در دنیای بالزاک اشتغال به پول برای بقا و موفقیت ضروری است. گویی تمامی افراد ساکن در هتل رازی نهفته در دل دارند و هر کس باطنش با ظاهرش فاصله زیادی دارد. نکته قابل توجه دیگر در رمان امر عادی خیانت است. در این داستان هر مرد و زنی می‌داند خیانت بر دیگری متحمل است، اما با این وجود در کنار هم می‌مانند. به طور مثال کنت دورستو شوهر آناستازی در پایان عمر متوجه ارتباط همسرش با فردی به نام ماکسیم دوترای می‌شود. همگی در این رمان معشوقه‌ای پنهانی دارند، اما آنچه که تصور می شود هم پنهانی نیست و گویی امری طبیعی در خانواده‌های اشرافی پاریس است. گویی یک طرف ثروت است و طرف مقابل عشق. موضوعی جدا از هم اما ضروری برای ادامه بقا در پاریس نوین انگاشته می شود. در آخر افراد پیر در این رمان گویا دیگر مورد احترام قرار نمی گیرند. به این دلیل که مال و ثروتشان همه به پای فرزندانشان رفته و همچنین دیگر قدرت و نفوذی در اجتماع ندارند. پس این افراد مسن برای جوانان جاه طلب سوژه مناسبی نیستند و دیگر فایده ای ندارند. پایان تحلیلم رو میخوام با یک مقایسه کوچیک یا یک همانندسازی بین داستایوفسکی و بالزاک به پایان برسونم. چه چیزی این دوتا را
شاید بهتر اینطوری بگیم که چه چیزی این دوتا رو از هم متمایز میکنه. بالزاک رو که میخونی یک آرامشی در کنارش همراهت هست، اما داستایوفسکی قلب خواننده را به تپش میاندازد و دلشوره رویداد بعدی داستان در دل مخاطب پدیدار میشه. این مسئله نه تنها برای من بلکه برای دیگر مخاطبان مسئله بزرگیه. در همین راستا کتابی با عنوان داستایوفسکی مترجم بالزاک اثر جولیا تیتوس و همچنین رساله‌ای با عنوان 3 استاد سخن بالزاک، دیکنز، داستایوفسکی اثر استفان تیسواک نوشته شده است که مخاطب را ترغیب به قیاس این دو هنرمند بزرگ می‌کند. اطمینان ندارم، اما گویا کتابی به اسم اوژنی گرانده اثر بالزاک را داستایوفسکی در سال 1844 ترجمه کرده و همین امر باعث تاثیرپذیری بی حدش از بالزاک شده. یعنی 10 سال پس از نگارش کتاب بالزاک و گویا خیلی از لغات و معانی روسیوار ترجمهش کرده. داستایوفسکی در به تصویر کشیدن دنیای روانشناختی درونی شخصیت‌ها علاقه بیشتری داشت تا باز آفرینی اتفاقات دقیق ساخته شده مثل فضا، لباس و غیره و غیره که توی رمان‌های بالزاک بسیار زیاده. همچنین در رمان‌های داستایوفسکی شاهد زن‌های فداکار بسیاری هستیم و یا با زنانی که در انتها طلب بخشندگی می کنند. داستایوفسکی دین را در رمان‌هایش به گونه‌ای خاص بیان می کند. شخصیت‌های آثار او به مالیخولیا دچارند که مخاطب را به تپش قلب می اندازد. شخصیت‌ها در رمان‌های داستایوفسکی مدام درگیری‌های فکری دارند و لحظات طولانی در خودشون غوطه‌ورند. به تعبیری مرزی بین رویا و واقعیت در این اشخاص وجود نداره. شخصیت‌های اول کتاب‌های اون توی فقر عمیقی هستند و همین امر باعث بروز اتفاقات مختلف میشه. فردی که دچار فقر مالی ذهن و تفکر عمیقی داره و برعکس اونی که ابله خونده میشه از هوش بالایی برخورداره. اون شخصی که به چشم یه نفر ناپاک میاد دارای پاکترین قلب هاست و جامعه و فقر او را به شخصی منزوی تبدیل میکنه. ما میتونیم بگیم که این فقط توجه به یک سری جزئیاته که توی مغز مخاطب ایجاد میشه که این دوتا نویسنده چقدر میتونن شبیه هم باشن و چقدر داستایوفسکی میتونه تأثیر گرفته باشه از بالزاک. اما کاملا اشتباهه. دنیای هر کدومشون دنیایی مجزا و دوست داشتنیه. تحلیل من در اینجا به پایان رسید و تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتین و این ویدیو رو نگاه کردین. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. ممنون.